بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على القواعد الأربع لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب تعليق على القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. أكنون ما درس خود مرا دوام میدیم. یکم قاعده رسیدیم. موضوع یکم ما در بیان چی بود؟ موضوع یکم در بیان عنوان سعادت بود. اکنون موضوع دوم را در درس گذشته گذاشتیم. این برای چی ما توحید می آموزیم؟ فایده توحید گذاشتیم. اکنون قاعده ها سر میشن. القاعده الاولى و گفت که این به تفایل دونستنی برای خاطر این که انسان از دام شیطان، از قفقان از دام شیطان خلاص شود، شیخ فرمود که باید که همین قاعده ها را دوند. وقتی که شما قاعده را ندانسته یک نقلیات های کنید، چی میشه؟ صدمه میشه، خبری میشه. اما خیلی سعی یک جور نویسگی هایی که مثال گیریم قاعده های حرکت در راه کسی که خماهاندگی باشد، ویز پرشنو گفته در آمدن معن شما گفتن میگیره راه چه زیبا است گفته رفتن میشه. بعضی بار اسفل نمیخی زیبا است، یک زنگ میمونه میگه که این نشانه میمونه که ویز پرشنو گذشتن معنی در آمدن این کوچه معنی پروا میکرده آموزنه که زده گذره و در پیش یک جور خیلی سخت کندگی هستن که دیگه چپ و سر میشه درست. انا بس بیاری آینه گردنی قاعده حرکت در راه و همچنین دیگه چی شد. برای خاطر همین که ما در دام شرک نافتیم قاعده رو دونسته مدت است. القاعده الاولى قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. قاعده یکم از آن عبارت است که باید تو بدانی که کافرهایی که پیغمبر علیه السلام قتلشون کارزار کرد، به اونها جنگید، بیم قاتل کشتن نیست، جنگ کردن. قتل کشتن میشه، قاتل کارزار کردن، جنگ و جدال کردن، مبارزه بود اونها. و کافرها اقرار بودن، اعتراف میکرده بودن، به عهده گرفته بودن که الله تعالی او آفرنده است و چاره بیننده است. نگاه کنید، یعنی کدوم نوع توحید و اعتراف میکردن؟ توحید ربوبیت اعتراف میکردن، زیرا که کسی داند که الله خالق است و چاره بیننده است، زنده گرداننده است و میراننده است، روزی دهنده است، ما میفهمیم که این کس توحید ربوبیت اعتراف کرده است. همون کافرایی که قتلشون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگید و یا همین نوع توحید میدانسته بودن، ولی به اونها جنگید. برای چی؟ و ان ذلك لم يدخلهم في الاسلام. این نمود توحید و اینها را در اسلام ندارد. برای خاطر این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اونها جنگید. اگر و اینها را در این نوع توحید در اسلام می‌دارد، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها می‌جنگید؟ نمی‌جنگید. معلوم میشه که توحید ربوبیت اعتراف کردگی آدم و یعنی که خونش مالش در امن نیست، جانش در امن نیست، جانش در خطر است، زیرا که به حال در اسلام درآمدگی نیست. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی می‌فرماید: قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اکنون دلیل میاره شیخ. دلیل چی میاد؟ دلیلی آن میارد که کافرهای دوری پیغمبر علیه السلام اعتراف میکردن توحید ربوبیت
ولی در برابر این به اونها جنگید. بگو کی شما را رزق و روزی میدهد از آسمان، یعنی از مراد از این چه؟ الغیث، المطر، از پشتیمون باران، والارض، و از زمین، مثال بس فعلی گیاه ها و معدن ها و کان و سوالشون داده شده است. اما یملک السمع والابصار، یعنی کیست صاحبی شنوایی و بینایی شماست، یعنی شما را شنیدن و دیدن کی عطا میبخشد، کی داده ایتون؟ و یک سوال دیگه، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیست زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده، یعنی که از تخم مرده میبیند که چوجه زنده می شود و چیزی مرده می شود. برای مثال بسید یا که از زمین مرده چیزهای زنده می روید، یعنی که گیاه ها در جنبش در حرکت. و من یدبر الامر، سوال بیته به اونها کی چاره میبینه تمامی کارها را، یعنی این دنیا رو کنترل کی کرده ایستاده است، همین کارها را چارش کی دیده ایستاده، یعنی کار دنیا را نه. فسیقولون الله، و یا در جواب میفرمایند که چی میفرمایند؟ الله میگویند. کافرها چی میگویند؟ میگویند که الله میکند همشه. مادامی که این خیلی باشد افلا تتقون، آیا شما بر نمیترسید؟ تقوا نمیکنه؟ نخواست شما دیدو دانسته توحید ربوبیت اعتراف کرده در توحید الوهیت چیکار کنید؟ شرک آوری بکنید. هم خیلی صحیح؟ یعنی اعتراف به توحید ربوبیت باید شما رو وادار میکرد، مجبورتون میکرد که اعتراف کنید توحیدش را، الوهیت را نیز. لیکن شما خیلی نکرده ایستادید. این کار را کردن تو از جهت چیست؟ تقوا نکردن تو. فلا تتقون، نخواهد شما نترسید از اون. شارح میفرماد مقتضى هذه القاعده ان توحید الربوبیت لا يدخل به احد في الاسلام، یعنی مقتضای این قاعده یا که طلب این قاعده، مغزوی این قاعده از آن عبارت است که توحید ربوبیت با طفیل و یگان کس در اسلام نمی درآید. من توحید ربوبیت اعتراف کردم بود در اسلام می درآید؟ نه. فمن اقر بتوحید الربوبیت اقر بان الله هو الخالق، زیرا کسی به توحید ربوبیت اعتراف کند، اقرار شود و اقرار شده است که الله آفرنده است و هو الرازق و روزی دهنده است. زیرا این کلمه ها، این صفات ها در کدوم نوع توحید داخل میشن؟ در توحید ربوبیت داخل میشن. و هو المدبر، و اقرار شده است که الله چاره بیننده است. و هو المحیی، او زنده گرداننده است. و الممیت، و میراننده است. الذی یصح و یمرض، و ذات است که صحت میکناند و بیمار میکند. و الذی یغنی و یفقر، و ذات است که یک کس چیکار میکند؟ بای میکند، دیگر کم بغل میکند. و الذی یسعد و یشقی، و ذات است که یک کس خوشبخت میکند، دیگر کس بدبخت میکند. من اقر بهذا، کسی این اعتراف کند، لا يدخله اقراره به فی الاسلام، این اقرارش، اقرار و اعتراف کردنش به این نوع توحید و ایرا در اسلام نمیدارد. لا يدخله، او را نمیدارد. برایشی لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زیرا اینکه مشرکایی که قاتلهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه الصلاه و سلام اونها جنگید علیه الصلاه و سلام، و استباح دماءهم، خونشون روا دانست. استباح یعنی خونشون مباح قرار داد، یعنی خونشون ریختن اجازه فرمود. و غنیم اموالهم، مالاشون غنیمت گرفت. و سبا نساءهم و اطفالهم كلهم، نه اطفالهم، و زن و کودکاشون اسیر گرفت. سبا اسیر گرفتن. هم خلاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ غنیم اموال و مالاشون غنیمت گرفت. و سبا نساءهم و اطفالهم، زن و کودکاشون چی گرفت؟ اسیر گرفت، یعنی همچون غلام گرفت و ایها را.
كلهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق. همه اونهایی که در زیر یعنی که چه خطر بودن، پیغمبر به اونها جنگ علیه السلام، مالشون غنیمت گرفت، زن و کودکاشون چه اسیر گرفت، همشون اعتراف میکردن، اعتقاد میکرده بودن که الله هو الخالق و آفریننده است، الرازق روزی دهنده است، المدبر چاره بیننده است، لجمیع الامور تمامی کارها رو چارش میدی دیگه الله هست گفته میدونستن. فلم ينفعهم ذلك شيئا، این فایده داد یا نه؟ لم ينفعهم، به اونها فایده نداد این نوع توحید شیئا یک ذره. فهمیدید؟ لانهم عبدوا مع الله غیره. چرا؟ زیرا اینکه ویها عبادت کردن در برابری الله غیر الله. فهمیدید؟ انا سبب از چیست؟ یعنی در برابری الله غیر الله را عبادت کردن یا گویم در عبادت الله شریک قرار دادن، این پایمال کردن حق الله است. فهمیدید؟ این ویرون کردن توحید الوهیت است که توحید الوهیت ویرون کردن است که در برابری توحید ربوبیت ویرون کردن توحید الوهیت اعتبار دادن نمیشه. و کفروا برسالة محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و به پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم کافر شدن، ناباور شدن. و انکروا البعث، و زنده شدن بعد مردن رو منکر شدن. و کفروا بالقرآن، به قرآن کافر شدن. و انکروه، او را انکار کردن، قرآن نیست گفتن، این سفسطه است، افسانه است گفتن. و زعموا انه سحر او کهانه، گمان کردن که یا پین داشتن که این قرآن جادو است و این فال است گفتن. فال چیزی است و همین پیش بود. فمن آمن بواحدة من هذه الاربع وكفر بثلاث، او من آمن بثلاث وكفر بواحدة فانه يعتبر كافرا حلال الدم والمال بعد ان تقام علیه الحجه. کسی به یکی از این چهار چیز چیکار کند؟ کافر شود. به یکی از این چهار چیز کافر شود یا که ایمان بیارد است. و کسی به یکی از این چهار چیز ایمان بیارد و به سه دیگرش کافر شود، یا که ایمان آرد به سه و به یک تاش کافر شود، فانه یعتبر کافرا، کفرن این کارش همچون یا که بیرو همچون کافر اعتبار داده می شود. حلال الدم، خونش حلال می شود بعد از اینکه به او حجت پیشنهاد کرده می شود. یعنی که اول او را حجت نشون میدن. خیلی یعنی که چیکار میکنیم؟ چیه؟ بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم چخیل تو کافر میشوی، به بعث به زنده شدن بعد مردن چخیل تو کافر میشوی، به قرآن چخیل یعنی که کافر میشوی. یعنی که اینا رو اول پیشنهاد کرده میشه. اگر بعضم پیشنهاد کردن و فهموندن دلیل پیشنهاد کردن با کافر شود دیگر خونش حلال میشود و مالش هم حلال میشود. ولی گفته است که بعد از حجت پیشنهاد کردن، یعنی نه هر کسی که یک کار شرک و کاری کفر کند و در کفر در چی در شرک می افتد. کارش شرک می شود، کارش چی می شود؟ عملش شرک و کفر می شود ولی خودش کافر نمی شود تا به او یعنی که سبب ها پیشنهاد کردن شود. فمن اعتقد بربوبیت الله علی کل شیء، کسی اعتقاد کنه به ربوبیت الله به تمام چیز، و اعتقد رسالت محمد صلی الله علیه و سلم، اعتقاد به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم بکنه، یعنی به پیغمبری او، و اعتقد البعث بعد الموت، و اعتقاد کند زنده شدن را بعد از مردن، ولكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل، ولی در برابر همین روا داند، اجازه فرماید گرفتن واسطه همراه الله، یدعوهم من دون الله، و در برابر الله یکی غیر از الله و اینها را دعوت بکنند، عبادت بکنند. نعم. و یزعم انهم شفعاء الى الله، گمان کند که اینها شفاعت کنندند به الله، فانه في هذه الحاله لا تقبل منه صلاة، غیر در این حالت نه نمازش از او قبول کرده می شود، ولا صوم و نه روزه، ولا زکات و نه زکاتش، ولا حج و نه حجش، ولا يقبل الله منه ای عمل صالح
یگان عمل صالحش الله تعالی از وی قبول نمی کند. بنابر قول الله تعالی می فرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. قسمیات اگر یعنی قسمیات به تو وحی فرستانیده شد و به کسانی که قبل از تو بودن اگر شرک آوری بکنی یعنی در عمل دیگر شریک قرار بدهی در برابر الله لیحبطن عملک البته باطل می شود ویرون می شود عملهای تو کارهای تو. عمل در اینجا بمانه جمع مصده است یعنی که اضافه شده مفرد اضافه شده است. ولا تکونن من الخاسرین و البته از زمره زیان بینندگان خواهی گشت. و بالله التوفیق. الله خودش توفیق داده باشد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را یعنی که از دام شرک و کفر و نفاق خودش نگه داشته باشد. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا.